سلام دوستان، جلسه سوم رو شروع میکنیم. امروز دفعه قبل تا ای کار کردیم با هم. حالا حرف یوت رو مینویسیم. از پیام هایم که فرستادید خیلی تشکر میکنم. من دارم انجام وظیفه میکنم. خب برای این کار ما میایم مثل همون ای بزرگ که شروع کردیم اینجا هم همون کار میکنیم. میام پایین، از این خطم عبور میکنیم، یک اونترلنگه براش میسازیم. این میشه یوت بزرگ و یوت کوچیک هم مثل ای شروع میشه ولی میاد پایین و اینجا نقطه‌ش هم دقت کنید وقتی که یه حرف مورب می‌نویسید نقطه هم باید تو همون مسیر نوشته بشه. تازه این یوت من یه خورده صاف در اومد، باید یه کمی کج‌تر باشه. این شد حرف یوت. میخواد یه بار دیگه هم بنویسم، اینجوری شاید بهتر باشه. اینم کوچیکش. یوت بعدش خب حرف کا رو داریم. کا دو قسمتی انجام میشه، یعنی میاد اینجا، میاد پایین، اینجا رها میشه، دوباره باز باید از بالا شروع کنیم، میاد تا اینجا و به این شکل اینجا نقطه وصلشه. کای کوچیک از رو خط زمینه آغاز میشه، میاد اینجا و اینجا این حالت باز برای وصل آماده میشه. بعد از کا ال رو یاد میگیریم که شروعش شبیه به اصطلاح حرف ت هست، یعنی میاد به این شکل، اینجا نقطه اتصالش. ال کوچیک به این شکله. دقت کنید محل قطع خط رو ببینید که کجاست در مورد اینا. این ال کوچیک هست. بعد کا ال ام رو داریم. اینجا شروع میشه، میاد بالا، میاد پایین، دوباره برمیگرده بالا، نقطه اتصال. برای ام کوچیک از اینجا شروع میکنید، بعضی هم از رو خط شروع میکنن، ولی بستگی داره که قبلش چی بوده باشه. اگر وصل بشه به این شکل ام و همیشه یه دونه نقطه اتصال باید در مورد هر یک از حروف شما درست بکنید. در مورد ان هم همینطور. ان رو از پایین شروع میکنیم مثل ام، میاد اینجا، برمیگرده پایین، از اینجا رها میشه. بخواید وصل کنید باید از اینجا وصل کنید. ان کوچیک هم مثل همینه، از اینجا میاد و اینجا به اصطلاح وصل میشه به حرف بعدی. فکر میکنم این تعداد کفایت بکنه. از شما تشکر میکنم. حالا خودتون به ابتکار خودتون اینا رو با هم ترکیب بکنید تا با اون حروفی که قبلا یاد گرفتید تا بتونید کلمات جدید رو بنویسید. متشکرم.